امروز میخوام فیلم ژاپنی راشامون ساخته آکیرا کوروساوا رو بهتون معرفی کنم. این فیلم یکی از شاهکارهای سینمای جهانه. فیلم برای سال 1950. داستان فیلم در ژاپن قرن 11 اتفاق میفته و ماجرای قتل یه سامورایی و تجاوز به همسرش رو روایت میکنه. شاهدان و متهمان این ماجرا یه راهزن، یه هیزم شکن، همسر سامورایی و روح سامورایی از طریق یه واسط است. اما هر کدوم از این شاهدها داستانی متفاوت با دیگری رو بازگو میکنن. فیلم حقیقت رو مبهم و چند وجهی نشون میده. راشامون به خاطر ساختار روایی و نوآورانه و پرداختن به موضوع ماهیت حقیقت، ادراک انسانی و خودفریبی شهرت داره. این فیلم تاثیر عمیقی بر سینمای جهان گذاشت و باعث شد اصطلاح اثر راشامون در روانشناسی و حقوق برای توصیف موقعیت‌های به کار بره که چندین نفر یک رویداد واحد رو به شیوه‌های متناقض و در عین حال صادقانه روایت می‌کنند. امیدوارم که این فیلم رو ببینید و لذت ببرید.